واقعا جامعه احتیاج دارد به پند نصیحت به همین محفل‌های خیر. حضرت شیخ عطار قصه میکنند شنیدم من که بود است استاد که خرگون کرده رو آواز داد. حضرت میگه با شنید من یک مردک بود است او را همین کسبش همین بود است که در بزرگ کسی اگر خرش گم کرده است یا یک جای معین داشته است خر را پیشش می‌آوردند و این صدا می‌داد است ای مردم اگر من بودم کسی خر گم کرده باشه بیاید شما شما بروریم به تیمش بعد در بدن خدمتش یک سومک می‌گرفته است. چه کردیم کار سال 60 و 70 پسی 71 در نزد افتاد. همین یک عمر مدید کسبش همین بود است. نه روزه و نماز نه مسجد نه پای صحبت موعظه در 71 سالگی میگه در سکرات مرگ رفتید. چه عزرائیلش در پرده آمد مگر پینداش خرگون کرده آمد. ملک الموت اومد از بسرش برای قبض رو یکی دید چشمش غلطید خیال کرد که یک عمر بیچاره کسبش همین بید خیال کرد کسی از خرگون کرده است خرکوی اومده است. بجست از جای بودش روزن پیش برون کرد از در این روزن سری خیش ای جوش پرید خست اینم تری روزنه داشته است خونش اینم روزنه که الحمدلله خدای حجی را بده است کلش این روزنه بیرون کرده زبان بکشاد که یاران که هستید خره با جل که دید اینجا فرستید ای بچه بود صاحبای خر اومد یعنی اون خره که جل دارد تقم دارد همون را بگیره بیاره و صاحباش تصدیق کنه اینا ببینه در وقت سکرات مرگ در یادش فقط همون خرای جولی خرای خرگون کرده و حضرت نصیحت میکنه عزیزو هر کی دلالی خره راست خره زیست و خره مرد و خره خواست کسی که اینجا زیمادر کور زاید به چشم او به اخلاقی کشاید همین رگم کرده و ذلیل در این دنیا خاری روز قیامت هم است نکنه هرگز فراموش نکنید. تو را امروز باید کرد کاره که بیکارت نخواهد بود باره قدم در راه دین باید نهادن رعونت بر زمین باید نهادن و قدم را راسخ و استوار در جاده شریعت ماند او کتگی و فقه کبر افتخار تیس پرتا که در این بارگاه کبر افتخار جا ندارد. اگر مردی محاسین همچون مردان طهارت جای را جارو گردد سبحان الله. اگر به شرط همین دنیا گفتیم دویدیم و پریدیم و جهیدیم عاقبتش همین میشود. به هر چیزی کند عادت زبانت به وقتی مرگ آید در دهانت. برای احتیاط کردن در کار در انتری مجلس ها زیادتر شرکت کردن در کار با اهل علم آمیخته بودن در کار از برادرای عزیز و ایلو بخلا قسم واقعا پشیمان میشیم پشیمانی سود نمیکنه. الحمدلله از بس که محفل ازدواج است و حاجی داملو هم یک حدیث بسیار تره و کامل یک حدیثی را که انشاءالله اگر به شرطی که مردم جامعه به همو عمل کرد شاید همین شماره طلاق ها کم شود برای ما و شما بیان کرد. بسیار موضوعی مفصل است که همه ای را گفته نمی شود. ما را انشاءالله این موضوع خارج نمیشه. حدیث امام بزار است حضرت روایت میکند با اسناد حسن از حضرت ابو هریره راوی امت اسلام رضی الله تعالی عنه که حضرت فرمود خیر النساء امرأة اذا نظرت الیها سرتک و اذا امرتها اطاعتک و اذا غبت عنها حفظتک فی نفسها و مالک. همین چیزی را که از الحال خودش دنبال گفت. اما ببینه این سخنهای پیغمبر چنان کلام کامل هستند که اگر به خدا قسم تمام امر همه علما همه حدیث اگر شرح تفسیر کنند به هیچ جوش نمیرسند تمام نمیشه. بهترین زن سبحان الله بهترین زنی بود است که وقتی نگاه کنی وقت خوش بشه. حضرت شیخ سعدی میگه چه مستور باشد زن خوبروی به دیدار او در بهشت است. آقای زنی مستوره باشه
زنی صالحه باشه، زنی باشه که خچه برای شوهر آرایش بده، همو قسمه و سرمش برای شوهر بکشه، همو تیلاواری و نقره و زر و زیورش برای شوهرش استفاده بره. هر وقت شوهر و یک نه انشاءالله خچه در جنت احساس میکنه. در تاریخ اسلام مرد گذشته است، شاه گذشته است با نام هارون الرشید. گمان میکنم اکثریت شرکت کنندگان این محفل اکثریت مردم دنیا همین نام هارون الرشید شنیدگی است. پنجم خلیفه عباسی در زمان هارون الرشید به حد دیگر ممالک اسلامی خلافت اسلامی ترقی کرده بود که در دنیا هیچ جایی را با مسلمانان قیاس کرده نمیتونست. به حد اعلای ترقیاتش رسیده. این حضرت هم بسیار شخصیتی بزرگ بود. یک زن داشت با نام سیده زبیده، بانوی مملکت. هارون الرشید به نهایت دوستش می داشت. این حضرت قصه میکنه که 300 کنیز داشت است، اما به نهایت همین سیده را دوست می داشت. سیده زبیده فقط به خاطر حسن جمالش نه، واقعا صاحب جمال بوده است، اما به خاطر همون رفتار و کردارش، عقل و فراستش، خیر احسانی که میکرد در راه الله، میگه هارون الرشید عاشق زارش به دوست می داشت است. تا آخر حیات دوستش داشت است. اگر شده که باز میگم 4 زن داشت 300 کنیز. تخلص سیده زبیده الفضل. یک آدم داشت است هر سحر در خانهش محتاجا جمع میشدن، هیچ کس ناامید نمیگرد. با مردم از همون خیر احسان تقسیم میکرد، دست میداد است. من یک روزنامه‌چه داشته است طبقه دیوم، همون مردمی را که در زال جمع میشدن به خاطر همون یک چیشو بتا همون را مشاهده میکرد است. دو نگاه میکرد است، همین دو مرد پهلو با پهلو شیشتگی دعا میکرد. یک نفرش میگه که پروردگارا با فضل کرم الفضل یگان چی با او برسون. او دیگریش دعا میکنه پروردگارا با فضل کرم یگان چی برسون. اکو الفضل گفته نامش گرفته است که بخاطر یگان بچه این مردک از ما امید توقع داشته است. ببینه از خدا بخاطر فضل کرم ما چیز طلب داره به همین از زیاد ترک بتون. امر میکرده است در درون یک مرغ پختگی 10 تنگه طلا 10 دینار را میموندیان میوردیان میدودیانش. او شریک شد میفرمید است که هم 1 درهم بده، 1 تنگه نکره. این مردک مرغ میگیره بیرون میبرویند و میگه جورا شکمی ما سیر است برای خدا، چی میشود که هم 1 درهم تبتی و مرغی برام بیری باری. اون آدمی خوب مایلش میگه مرغ میگیره میره. روز دیگر هم ما نگاه بکنه همون دعا را کرده است. ایش که با فضل کرم الفضل چیز این بته بود، اون مردی خداش میگه که با فضل کرم خودت پروردگار رو چیز این بته. همین قصه کوتاه همین کار 10 روز پای تکرار میشه. و روز 11 هم پیش اون میاد الفضل سیده زبیده میگه این مرد که خوب تو میلیونر شده، ای تو 100 دینار داری خونه آباد، تو باید که دیگران را خیر احسان کنی. ای تو میستیم داری گردنک تکش کده و تلمیده. بگو یا سیده چه خیلی 100 دینار؟ من هر روز تو را 10 دینار میدودم 100 دینار نشید. و میگه بخدا قسم من نمیدونم. مرغ میدودم مرغ چکا میکردی؟ هم مرغ میگه این همی کس همین دم میدودم همون 1 درهم یمون را بگرفتم. نه 10 درهم جمع شده است. مقصد که نفقه روزگار صرفش کرده که یک کس میشه. دیدی خونه آباد از فضل کرم الفضل همی خط برسد. اون مردی خدا از فضل کرم الله که طلب کرد الله براش رسد. اون مردک 100 دینار گرفت میفهمی؟ خیال کرده از مرد میفروشم اینجا میتونه که 10 دینار را باید دیرم داده است. نمیگه زنی صالحه بود واقعا تری زن باشه از برای خدا کدام شو را دوست داره. یه روز میگه در شب مختوبی هر دوش در چهارباغ شدگی هم هارون الرشید زنش تماشا دارد و میگه در سمت پروردگار نام برام عجب چرا زیبا خلق کرده است. او را میگه نوزک میکنه اکا میگه او کخشوی برنامدگی است. میگه بخدا قسم میگه کیول میکنه که تو از همین ماه دخشوی ماه شب 14 بود از در عثمان گمان میکنم از همین ماه در تخشلو سری
این مردک میگه گذروندی که نخواه همین ماه دخشون شد. میگه اگر بشرطی تا از همین ماه خشتو نباشی تو با من 3 طلاق. یکی دهانش میروی جوان بودن اوکی. بعد خوشش به سرش میزنه که این چی گپی گفتگی بود. در تکاپو میگفتن. دیگه عالما را دعوت میکنن ای بچه‌ای این چی شید 3 طلاق شدی بانوی مملکت ای اوکی. حقیقتا از دوستش می‌داشت سر ها بودنش. هر قدر که میکنن میگن اگه یک دستی وایش کور سوخته نیست. اما چه این سونا ها ای مودخ شو ای مویشش شورده. بعد یک شخص مصلحتش میگه که حضرت در همین قسمت غربی دریای دجله از بین بغداد میگذره شهر ده حصه تقسیم کرده است. یکی از شاگردای امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ابو یوسف قاضی است. چی میشود که همون را دعوت کنه؟ اگر همین رشته‌های چگیل همون حنفی ها حل نکرد هیچ کس خرده نمیتونه. با خدا قسمی برای ما احناف افتخار است. میگه شخص فرستاد نزدش. نزد حضرت اومدم که هارون الرشید صدات کرد است. خیست اومد. در یک محفل تمام علما جمع شده با هارون الرشید سوالش کرد که نمیگه واقعیش آیا 3 طلاق شده است؟ گفت نه اصلا طلاق شده نیست. مردم علما اثر طرف این بچه تو چی گفتشی؟ ای خدا بترس. این چی گفتی گفتگی تو چی دلیل داری؟ گفت دلیل آیه قرآن است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این خدای بزرگی که انسان در نیکوترین صورت خلق کرده است. نه آفتاب نه مهتاب نه کواکب آسمان هیچ کدامش مثل انسان خشونه بشود. یک انسان عادی از یک زنگی گفت است ماه و آفتاب در خشتوه چی برسه و این سیده زبیده که حقیقتا صاحب جمال است. ایره ببین همین زن باشه که شوهر وقتی ببینه بگم به خدا قسم تا از همین ماهی شوی چهارده برای من زیباتر خوبتر هستی. همین خیر زن خدای تعالی کسی را بتا به خدا قسم خیلی دنیا و آخرت داده است. و اذا امرتها اطاعت کرد. زنی صالحه زنی را میگن که وقتی امرش کردی اطاعت کنه فرمانبردار باشه. در عهد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در شهر مدینه منوره یک مرد میزیست همراه زنش تاجر بوده است. وقتی قصد سفر تجارت شما کرد زنش امر کرد گفت تا آمدن من از خانه نبرو. تا آمدن از خانه نبرو. نگفت اگر برومدی طلاق برومدی 3 طلاق. امروز 100 شرطی طلاق قبل گونا خانه سوختن زنک رو میبینی که برومد داره 5 تینا میخرش. این اخلاق و آداب زنای امروزه مدر جون. از بین چند گذشت زمان پیش سفرها طولانی بودن مخی با شتر از چند میره تو شما کیره رفت. پدرش بیمار شد زن. برادرش هم میگن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرستاد که یا رسول الله پدر بیمار شده است اجازه هست که من به عیادت پدرم برم. اما حضرت امر کرد که بازم بگو اطیع زوجک شوهر را اطاعت کن زیرا حق شوهر از حق پدر و مادر در ذمه تو بالاتر شده. چند نگذشته بود که پدر مرد باز بیچاره برادرش فرستاد که یا رسول الله اجازه است که در تشییع جنازه پدرم شرکت کنم. اما فرمان همون بود اطیع زوجک شوهر را اطاعت کن. زن نرفت فرمان شوهر را گوش کرد. از بین چند گذشت روز حبیب خدا صلی الله علیه و سلم به برادر زن بشارت داد. برای گفت با خواهرت بگو این الله قد غفر لابیها بطاعتها لزوجها. خداوند گناههای پدرش همش مغفرت کرد به خاطر اطاعت همین زن از شوهر. ای کاش که فرزندای ما و خواهرای ما همین عقل فراست داشته باشند بدانند که به خدمت شوهر مسلمان آخه پدر و مادر شو در رحمت در راحت هستند انشاءالله. سبب داخل شدن به جنت پدر و مادر میگردند این زنهای صالحه و خوب. انا میخوام زن باشه که امرش کنی اطاعت کنه به فرمان از خانه نبروید اطاعت شوهر را به جا بیاره. زن که در کوچه ها و تک باشد زن نباشد که مادسک باشد. زنی بد در سرای مرد نکو هم در این عالم است دوزخی رو. زینهار است قرین بد زینهار و قینا ربنا عذاب النار. و اذا غبت عنها
حفظك في نفسها و مالك. زنی خوب و صالحه بهترین زن و زنی هست که وقتی شوهر از خانه برآمد غایب شد تا آمدن هم شوهر هم خچه برای شوهر حفظ میکنه، هم مال شوهر را محافظت میکنه که ضایع تلف نشود. الله اکبر. همین مردای بزرگ در تاریخ ببینه به خدا قسم همشون اشتری زن داشتن. با شرافت این نبی که زنای بزرگ به درجه و منزلت ها رسید. امام مالک رحمه الله تعالی یک روایت آورده است. میگه در مدینه منوره از زمره عجمی ها از موالی یک مرد میزیست. میگه وقتی از دنیا رفت خودش مسلمان شده است. بعد سرش هم یک فرزند داشته است. تمام مال و ملکش که عبارت از 30,000 درهم بود به همین فرزند میگه میراث میگذاره و میره و فرزند نصیحت میکنه که بچم از یک خاندان خوب، از یک خاندان پاک‌گوهر یک دخترک صالحه انتخاب کن اگر میخواهی که زندگیت هم خوب شود و آخرت هم. این مرد نامش فروخ بوده است بر روایت امام مالک. همین نامش دانسته میشه که فرزند این سرزمین های خود عجمی کنیه داشت ابو عبدالرحمن. میگه یک دخترک صالحه را به خاطر دین و دیانتش انتخاب میکنه، نکاح میکنه میگیره. ولی نوشاه نو عروس است، ولی او خمالت نگذشته است. یک روز در مسجد نبوی میروه نمازخوانی که اونجا بانگ خطر زده است که قیصر روم شاه بیزانتیا با ملک مسلمان ها تخت تاز آورده است، شهر رقه را ضبط کرده استیلا کرده گرفته است. مردم دعوت دارن که بیایه از مرز بوم اسلامی دفاع کنه. بعد درباره فضیلت جهاد فی سبیل الله گپ میزنن، فضیلت شخصایی که محافظ وطن هستند در اونجا گپ میروه. این در اندیشه میروه سبحان الله اونی فرزند نداره ولی در سر و مسئولیت زیاد بار نشده است. اگر بازی نرم خدمت نکنم پگه صاحب یا دو سیاه زرکشم ای کجا میتونم دیگه برم خدمت دین و خدمت وطن نکنم. با همین فکر اندیشه میآید. زن در نزدش خلوق هم میاره میمونه و بسیار زنی صالحه و عاقله بوده است. گفت شوهر چرا مضطرب مینمایی؟ گفت این همیشه کارای زن نمیدونم چیکار کنم. گفت اگر به شرط سفر کنی من هرگز مزاحم تو نمیشم، مانع سفر نمیشم. برای این در روح الله است. خداوند در زمینه که حقی بیشتر داره از ما. این مرد خدا را وقتی که بشارتش شنید در حال خسر بچه‌هاش جمع کرد خانه را آورد. گفت که برادر من میرم خدمت میکنم. این همی زن ما به شما و شما را به خدا سپارید. تو اومدن خواهش میکنم که میره کار کنم نگه کنید. مقصد که همین نفقه روزگار شد بیاره تأمین کنید. 30,000 درهم آید در پیش شما. این همین مبلغ کم کم بگیره تجارت کنید. مقصد همین به همین زنی من میشنه و تشنه نمونم. این شغل من میرم یک روز 13 خدمت میکنم و بعد بیایم با زندگی را دوام میدیم. خیزه کوتاه یک خواهشه که دیگر هم کرد. گفت که زمانه دیگر شده است. خانه های شهر علاقه نو شدن. حتی مسجد نبوی را از نو بازسازی کردن. همین پول میرسه این انشاءالله. یا دو مردی کار بیاری همین خانه ما را یک از کفر بوده است. ای سری نو بسازن. اندک زمانویش کنن. ای چوب و سنگ بسازنش. خودش رفت در همین جنگ اول اسیر می‌شد. 18 سال در پلین بوده است در اسارت نصرانیان. بعدا کتابت میکنه از بس که تاجر چیره بود سبکدست بود. همین خودش خچه میخرد مکاتب میشود جانی خچه خودش آزاد میکنه تا میآید به وطن میرسه که از بین 20 سال گذشته است. وقتی میآید در فکر که همین خونه ما میشناخته باشم شهر دیگر گشوده است. میآید که همون خسکفه به همون شکل و صورت اولش ولی نمی‌سازد. ابا گویی زنی ما یا مرده است یا شوی دیگر کدای رفته دیگر منتظر ایمانش میشه. همین نو میخواست در ابا کوبکی صدای اذان شنید. مردای خدا گوش کنید. مسجد در پیش خونه مونای در قصه اذان هم نیسته بود، در قصه نماز جماعت هم نیسته. مردک 20 سال در خونهش نبوده. صدای اذان شنید گفت امر پروردگار مقدم بر همه کار هست. اول برم نماز بخونم. اومد که بین اذان و قامت یک مقدار فاصله هست که یک جوان ریش سیاه از بالای منبر صحبت دارد.
7 فقیه بزرگ مدینه منوره در پای منبر شیشتگی صحابه یعنی را برغبت گوش میکنن. همین خیلی لذت بود که به گفت خدا رحمت کنه پدر و مادرت. والله گفت اگر خداوند خیلی فرزندت بده دیگه ای دلیورم که رفتی به ارمان میرای. عجب پدر و مادری خوشبختی داشته. نماز وقتی فرض ادا کرد اومد در همون خونه را میکوفت که نخواست همون اشتی و حدید همراهی عده شاگرده که نزدش اومدن. یکی همین شاگرده همین امام مالک ابن انس برست. اومد گفت عمل جان سلام علیکم. گفت علیکم السلام بچم. گفت اگه خدمت بود نگو خونه اومدم. اما گفت خونه ما. گفت بچه میره کی خریده؟ گفت من خریدارش نمیدونم که ای وقتی خدمت میشناسم در خونه همین رزبور رفته است همین وقت از در خونه یک عورت بیرون شد. نگاه کرد گفت ربیعه خدا جان تماس کرده این پدرت ای. این همون ابو عبدالرحمن فاروق ای. همون مرده که گفت میرم یا سیزو خدمت بکنم بیام. این اگه خدا بعد 20 سال رسوند. میگه پدر و پسر گردن همدیگه را آغوش کردن. خیلی گریه و گیله و جنگیله شد. خیستان اومدن در خونه نشستن. این شخص ربیعة الرأی نام دارد. استاد به واسطه امام مالک و یکی از اساتذه محترم امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله میشه. میگه چند شش صحبت کردن. بعد ابو عبدالرحمن گفت که زنک یا داری که زمان من 30,000 دیرهم موندم که تا اومدن من همین خونه را اکثری نو یک شکل صورتی خوبتر کتی بسازه. ای بچه اومدم ای پیشتره دبا والان بودتر شده است در این سال. اگر این مبلغ یکون مقدارش مونده باشه اینشالا این بچه هم شیرمه هرچی دست بیارم را مونده مقصد دست حسین بر بزنید خونه را اکثری نو درست کنید او شکل صورتش نوبت دیگه شده ایگه. زنی غیور و جسور گفت ابو عبدالرحمن 30,000 دیرهم در پیشت شدگیه. پولی ترا نخوردم، نپوشیدم، نه خدمت زینت دادم، حتی حج نرفتم. ایرانی پسرک وقتی که طرفی بردار بدم همین تولد چید سعی کرده که چی جای لقمه حرام لقمه شبحنا کرد استفاده نبرم که شیری من میخورم. از خودی با خدا و پیغمبر خودم آشناش کردم. در بالای گهواره من میگه بیت نمیخوندم، در بالای گهواره من قرآن میخوندم. وقتی که به عقلتر شد نزدیک قاری بردمش در 2 سال حفظ قرآن کرده است. در 6 سالگی حافظ کلی قرآن شد. همین 7 فقیه بزرگ مدینه همش استاد شد. او اگه خدا کچوده که قبول نمیکنم خصوصا یک خدا که پدر یتیم باشه هر کدامش میگه سرت نمیکردم مبلغی کلام میبردم که همین رد نکنم فرزند را به کلام بگیرم. یک تی نموده همه مبلغی را من در همین فرزند صرف کردم. اگر ما بودوخای دعواگر باشی و دعوا داشته باشی برای یکون جو قرض قولا کنیم یوریم سون دبتیم این دیگه گریون شید. با خدا قسم گفت زند من 100 روزیم من صحبتهای جوان از بروی منبر وقتی گوش کردم ایمانم آب خورده ندانسته خود رحمت گفتم. زنه گفت والله غیرتی تا از غیرتی من خیلی زیادتر است. و هیچ وقت دیدم نمیشه که همه مبلغ ما یا فرزا صرف کنم. ممکن ایسرش هم مقداری را صرف نکردم اما 30,000 دیرهم هیچ وقت دیدم نمیشه که صرف کنم. ای برادر خود در این اکسیر زن کم نباید صدق مرد از صدق زن. آن دل مردی که از زن کم بود آن دل باشد که کمزش کم بود. الله اکبر. و اذا غیبت عنها حفظت وقتی که غایب شدی مقصد خودش حفظ میکنه مالی تو را نفس برای تو. سبحان الله. همین خیزن اگر خدا بتد باقی دیگه عید دیگه چی لازم های چی لازم های برا 5 نوبت بیزن بردرد چیاری موافق بود در برد که را خانه آباد و هم خانه دوست خدا را برحمت نظر سوی اوست. الله اکبر. پروردگار با خاندان بابای حاجی توچیبک همین زن را بیاره که واقعا برای شوهر همین درجه و منزلت داشته باشه برای فرزند بابای حاجی که
هر وقتی نظرش کرد وقتش چاک شود خرسان شود خیچه در جنت احساس کنه و هر وقتی که امرش داد امر به واسطه اجرا کنه. امر شوهر واجب است. حضرت صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد والذی نفس محمد بیده لا تؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها. قسم به الله که جان محمد در قبضه قدرت اوست تا زمانی که زن حق شوهر را ادا نکند هرگز حق خدا را ادا کرده نمیتواند. و وقتی که غایب شد روسیه رفت و سفر تجاری رفت و جای رفت زن خیش محافظت کنه و مال و خانه و در شوهر محافظت کنه تا وقت برگشتن شد. پروردگار به این خاندان چنین یک زن صالحه را وارد کند. خداوند برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند به همه روزهای خوشبختی و سعادت روز توی نکاحی فرزندان و نبیره‌هاشان برساند. آمین یا رب. در زندگی ما و شما چقدر برکت ها داشته است، چقدر